پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند همان خداوند آتش دوزخ را بر کسی که کلمه لا اله الا الله را به خاطر خوشنودی الله به زبان بیاورد حرام ساخته است. روایت بخاری و مسلم. لا اله الا الله کلمه توحید است و آن نفی معبودان باطل، یعنی انکار کردن خدایان باطل و اقرار به یگانگی حق تعالی برای پرستش و بزرگترین ذکر به شمار می رود. هیچ کلمه در ترازوی اعمال انسان در روز حساب و جزا از کلمه توحید یعنی لا اله الا الله وزن‌تر نخواهد بود. تمام پیامبران الله این کلمه توحید را به عنوان اولین پیام آسمانی برای امتیان خود ارمغان آورده چنین می گفتند قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله بگویید تا رستگار شوید. یقینا کامیابی و رستگاری تمام انسانها و جنها در گرو این کلمه توحید است. بنابراین خداوند آتش دوزخ را بر کسی که کلمه لا اله الا الله را به خاطر خوشنودی او به زبان بیاورد حرام ساخته است. متن عربی حدیث چنین است: عن عتبان بن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فإن الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. رواه البخاری و مسلم.